رضای حسن فرزند اکبر کلاس دوم بوده دبستان سید. حالا بگو برای چی میدویدی؟ پوریا جعفری اینجا پوریا جعفری و شهریار فدایی خواستم منو با خط کش بزن. تو خودت پوری خط کشی دستا این خط کشی رو برای چی دست ده؟ باشون بازی میکنم شکلیه با اشون هواپیما درست کنه. با خط کش هواپیما درست کنه ده میدوه. حالا میخوام اخراجت کنم آقایونم دارم فیلم ده میگیرن اخراجت کنم از مدرسه. یعنی زنگ بزنیم با هم بیاد ببره ده مدرسه دیگه مدرسه دیگه چون جاده اینجا نیست دیگه. برید آقا برو آقا بفهم ببینم برای چی میدوه. برو آقا ببینم ایشون که اونجا بودن یکیشون پوریا جعفری بود درسته؟ نمیدونم من که نبودم اونجا. یکیشون بطری آب بود دستش خواست من آب بپاشه. بعد اون یکیشون هم خطش دستش بود داشت منو دنبالم میکرد. بعدش من فرار کردم. حالا چون فرار کردی میخوایم اخراجت کنیم نه پس چیکارت کنیم؟ خودت یه راهی بذار جلو پا ما دیگه میشه این نفر رو ببخشیدش دیگه نمیشه. خودت بگو به آقای بازرس بگو ببخشی نه بگو آقای بازرس این دفعه دیگه نمیشه. نه دیگه من قولی مردم نمیخوام تفاخرت باشه دفعه دیگه اخراجی ها بفهم آقا برو آقا کافیه